برید سمجرشون. من شوخی نمیکنم. فهمیدید شوخی نمیکنم. با من بازی نکنید. یک از سوار میآید. او محافظ است. بله محافظ است. خدایا چی گپ است؟ لوری 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 کام سندرو آلا نجینام جدو حالی برچانه چاره نایه جیدسته دختران زود مستقی ببرید. خدایا کودک رو پروندن. اون نبیره یه که مسلم است. پنهان شوید. اما که همید زودتر پنهان شوید. آنها از کجا میبرونم؟ برانه دکتر، همه این محافظان پراکنده شوند، وگرنه جسد همه کودکان را یک به یک به نزدت میفرستم. دانسته باش ها؟ برانه در پنج خرسا بینونم. دست کن جلده نمیتوانم. آنها را پرانده نمیتوانم. طاهر باید قد باشه. کردن نمیتوانند. طاهر چیکار میکنه؟ باید باید برگردیم. بدام افتاده. یون مزد باش. زود باش یون باش. بخطا زودتر باش. وقت نداریم یون باش. بخطا ورده. دیلم خیز. زودتر باش دیلم. زودتر بیا گفتم. زود میرویم. دخترم، 2 نفر برای بردن برفین آمدن. معلم رقیه اونها را فرستاده است. شما درباره برفین به او گفته بودید؟ بله ما گفتیم. در خانه یک دختری بیمار داریم. اگر ما رویم کی او را نگاه بین میکند؟ او گفت من خودم. ما را معلم رقیه فرستاد. در خانه‌تان دختری بیماری بوده است. برای بردن او آمده. دیگر حاجت به بردن دختر نیست. رفته به معلم گوید که ما از فکرمون گشتیم. نمیرویم. چرا از فکرتون گشتید؟ رفته به معلم گویی که نمیرویم. مایلش ما رفته میگوییم. بگذار معلم رقیه خودش آمده. روید. راه صفه. برفین به خدای باید پیش از آمدن رقیه از اینجا رویم. برفین بدور شو. برفین. اپا او زخمدار است. با این احوال به کجا می روید؟ خواطر نشوید. مادرم شما رو پنهان میکند. نمیفهمی. اینها بیرحمند. میترسم که به شما ضرر میرسونند. فوراً از اینجا رفتنمان لازم. برفین خیز آخر. برفین به خدای. برفین. زلیخا دخترم. آقای مسلم او را باید زودتر باید نقطه تیبی بریم.
پسرم خواهش میکنم. انشالله صحت میشود. پسرم خواهش میکنم نه برم رو نه جا باز. همین جایم دخترم. شما در بیرون انتظار شوید. تو را یک دقیقه ممکن است؟ خواستم باری دیگر خاطر رسان کنم. در مدت کوتاه باید نکاح کنی. احوالمان را خود دیده ایستاده. فرصت یافتیم نکاح میکنیم. به من نگر. تمام دادرم. من با او صحبت میکنم. مایلش. پسرم در این باره گپ زده بودیم. این طور نکن. مایلش به نزد رئیس رفته کارهای لازم مرا انجام دی. مرا فهمیدی؟ فهمیدم خاله. برفین التماس چشمانت را کشو. به خدای برفین. برفین از اینجا رفتنمان لازم. برفین به خدای برفین. به خدای برفین چشمانت را کشو. دخترم صبر کن. این یه ندار است. خاله جان ما باید از اینجا رویم. حاضر می آید. شو دخترم نترس. من شما را پنهان میکنم. شما را هرگز به دست آن معلمه نابکار نمیدم. مادر جان اکنون چیکار نمیدونم. برفین التماس چشمانت را کشو. برفین برفین به خدای. برفین مرده است. در سندها نیز مرده است. نوشته شده است در این احوال نکاح کردن ممکن. هیچ مانع برای این نیست. هر قدر زود شود همان قدر خوب می شود. میدونم مشکلی زیاد داری، لیکن کی میدونه چی می شود. هر چی زودتر نکاح کردنتان لازم. چی شد؟ بس کن دخترم گریه نکن. البته این کار خیلی دشوار است. کی میخواهد یک زنی حامله را به نکاحش درآورد؟ های زیلن این چی کاری کرده بود؟ شد اکنون داد نزن. البته یکان علاجش رو مییابیم. خاله به خدا پشیمانم. تمام دخترم گریه نکن. من رفته با یلماس گپ زنم. یلماس پسرم میدونم که تماما راضی نیستی، لیکن قول دادی آخر. خاله مرا حسیات فرا گرفته است. گویا برفین زنده است و روزی به نزدمان برمیگردد. مرا نمیگویی پسرم. او را دایم در نزدم حس میکنم، لیکن برفین مرده است. یلماس پسرم کنی گوی بچی خلاص آمدی؟ سندها را آماده کنید. این بیگاه نکاح میکنیم. مبارک شود. برفین برفین کشو چشمانت را. برفین چشمانت را کشو آخر. خدا را شکر به خود آمدی. به من دست نرسان. برفین این منم. دیلوی اپت، دیلوی دوگانت. من تو رو نمیشناسم. برفین به من نرس گفتم.
برفین با تو چی شده است؟ چرا این طور میکنی برفین؟ خاله جان با او چی شده است؟ او را در یک غار بیهوش یافتیم. لباسهایش سوخته بودند. بیچاره پریشان حال می نمود. معلوم بود که از سوختار برآمده بود. چند روز باش بیهوش بود دخترم. وقتی به هوش آمد بیچاره هیچ چیز را در خاطر نداشت. برفین خواهرم به خاطر او خاله جلال رو اکای طاهرت رو شوهرت یلمز رو به خاطر او برفی نیست. برفین برفین برفی نیست. ندارم سیاد می شود. من کاری از دستم آماده رو کردم. امیدمون تنها به خدا است. خدا جزایشون رو دید. چرا او را کشته؟ رزیلان به ناموسان چه دمت را گیر. حالا هم از دکتر حرف و صدای نبرآمد. وقتتان با آخر میرسد. و من یک خواهشمند لازم. کدامتان مردن میخواهید؟ کدامتان؟ سینا خماندان، من از قرارگاه مرکزی آمدم. پدر جان. پسرم کنیست یک طرف سرده. حسن رو رها کن سینا خماندان. خواب میدم که هر چی بتوان را میکنم. ابلهی به ناموس، پسرت را با مکتب میفرستی و باز داری و التجا میکنی. اگر من نگفته بودم که فرزندانتان را با مکتب نفرستید، گیرید پسرش را گرفته برید قربانی. وقتی معلوم شد این کارو نکن سینا، التجا میکنم پسرم را نکش. راه گردم جنگاوری حقی بودن را نشان ده. دکتر یک ساعت دیگر روزه دارد یا آمده تسلیم شود یا اینکه تو قاتل پسرت میشوی. تو مرا فهمیدی؟ پیشترا راگر زودتر. باید یکون کار کنیم. آخیبتی فرزندانمون آخر چی میشه؟ بله درست میگه. دختر با فرزندانمون رو بسوس خورده بودیم. فرزند چی میشود؟ چی میشود؟ یک تاشون پروندن. بیتر شام کیستم بخواهیم. بسرم را کینه جان دید که افغان زد. یارو را جان بدهم. دهتت که تشکیلات شاخه نمیکنند. آنها را شنیدی دکتر؟ مردم از محافظان بیزارند. سرداران قبیله ها هم نمیخواهند. همینطور نه آقایان، همینطور نه. گردنه داخل گردنه. دکتر با این یک رویه کودکان زیادی را از دست. شما چی ها میگویید؟ میخواهید که سلاح‌هایمان را پرداخته به تشکیلات تسلیم شویم؟ ما هم تسلیم شدن نمیخواهیم، لیکن چاره‌ای دیگر داریم نگر. اگر تسلیم شویم همه چیز به آخر میرسد. همین قدر کوششمان بیهوده میشود.
میخواهید همه گویند که ما از تشکیلات ترسیده تسلیم شدیم؟ حیات کودکان زیر خطر است پسرم طاهر. آنها بیرحمند. دیدی که بی‌ناموس‌ها حتی به یک کودک خردسال رحم نکردند. بغیر از سر پر آوردن چاره دیگر نداریم. پس کردم گوش کن دکتر، اگر همین طور یک روی کردن گیری جسدی زیاد رو به نظر میفرستند. دانسته باش. گوش نمیکنم. چرا گوش نمیکنی؟ راست میگی. چیزی میگویم. نادرست میگویم ها؟ نادرست میگویم. لیکن به من گوش نمیکنند. الدو، عاقبت این کار چی میشده باشد؟ چی شدنش معلوم. آقای دکتر دیگر علاج ندارند. مجبورم. اگر محافظان تسلیم شوند حالمان بدتر میشود. خدا نمیدانم قزبان. اکنون چی میشود مادر جان؟ من چیکار کنم؟ با من خیلی دشوار است. آرام شو. مادر خونی زیاد ریزاندن. با مردم ظلم ستم زیاد کردن. من باشم هیچ کار کردن نتوانستم. قوتمان از دست رفت مادر، از دست رفت. کودکان در دستش. از دستی تو چی میگوید پسرم؟ با تشکیلات سر به سر شدن آسان است مگر؟ مجبورم که به شرطشان راضی شوم. چاره دیگر ندارم. چه کار میکنی رجب؟ نکن رجب، برو نپرا. خواهش میکنم نپرا. پرتو تلاحت را رجب پرتو گفتم و نپرا رجب نپرا. خیلی تماشا باب. به جناب سباکی رفته خبر میدهد. بردوختم کنیبر مانده. البته نفری یافت می شود. برفین با من نزدیک نشو. نترس برفین، با تو ضرر نمیرسونم. نزدیک نشو. چی در وقت باور کنم؟ برفین با من باور کن. من خواهر یولمزم. التماس به خاطر
هیچ چیز رو در خاطر ندارم. تنها یلماز گفته داد زدنم رو در خاطر دارم، لیکن کی بودنش رو نمیدونم. یلماز شوهرت است برفین، به خاطر اور مثل پیشترم میشوی. لیکن هرچی زودتر از اینجا رفتنمون لازم، وگرنه معلم رقیه ما رو میوبد. بیا برفین، بیا از اینجا رویم. ما رو به کجا میبری؟ به دیهانون، به نزد مادرت، اکات و شوهرت میبرم. تو رو به نزد یلماز میبرم. بیا رفتیم. لیکن اول باید به نزد خاله نازی رویم تو از ما خواطر نشوند. بیا رفتیم. زود باش. یعنی ما رو دشمن دولت نشان میکردند ها؟ کاری کرده این معلمه رو بینید؟ خداوند ما رو نگاه داشت. بله. انشالله دیلو اون دختر رو مییابد. انشالله دخترم، انشالله. انا اومدند. معلمه رقیه؟ چی میخواهی؟ با من گفتن رفتن نمیخواهید؟ باور نکرده خودم خسته اومدم. میتوانی باور کنی ما نمیرویم برو خانم. از خونه. برو برو برو. برو با تو رو از اینجا نمیفهمی. ما با هیچ کجا نمیرویم. شما چی میگید؟ رو از اینجا. شما دیوانه شدید مگر؟ چقدر انسان بودنت رو ما فهمیدیم معلمه. از اینجا رو. چرا شما با من چونی رفتار میکنید؟ بهوده خودت رو عذاب نده. دیگر ما رو فریب دادن نمیتوانی. با خدا رفته از بالای شکایت بکنم، فهمیدی؟ کوشید آنها رو. از اینجا گریز زودتر. دارد آنها رو. میگریزن. ایست جون. سردیه. ایست بگویم. نرجم از جایات. شما چیکار میکنه؟ خدا ناتاشو سرده دخترانم رو. سرده گفتم. بکشم. درشمه. ایغاز. او را دار میگریزد. زودتر. سحر ایست خدایا. با اینجا اومده. ایست از جوات نجوم. زودتر نجوم ایست. این رو دار زیر کن. آنها با اینجا اومده. گریزت میگوید بیا گریزیم. برفین گریز برفین.
رجب نپران. 10 دقیقه آخر. نکن میگویم. آران نپران. هارون خب بر سرت رجب. تو چی کار میکنی رجب؟ نپرمه. بلند را زیر کن ابله، وگرنه همتان رو میکشم. هارون ابله، هارون گفتم. هارون نپران. چی خبر جناب سبا؟ من در دهه آبی کلانم. محافظان سلاحهایشان را سپاریدند سنان. همه محافظان پراکنده شدند. بدونی که در نزدم ایستاده است دکتر. بیچاره پریشان حال می‌نماید. حالش خیلی بد است. بیتاری نابکار، گمان کردی که با من زید برآمده میتوانی. یاروق اسلحه رو به مرکز میفرستم. تو باشه اسیران رو آماده کن سینان. فهمیدی؟ خیر میلش سینان. خیر آماده جناب. شما رفتن گیرید. خواب شده است. فهمیدی؟ رئیس اینجا بیا. لبه جناب، گوشم به شما. گوش کن. وقتی که از بالا زنگ زدن من به تو زنگ بزنم رفته اسیران رو میاری. خیر تو باز دید. رفته. انسانی خوشطاله بوده ای. به من ده. به خاطر این خوشخبر ترا عفو میکنم. ترا بخشیدم، لیکن با اهلی آیله در اینجا میمانید. دیگر و ده بر نمیگردید. کنه روید، از پسی کارتان شوید. پسرم، مادر جان، پسر جانم. مادر جان باید از اینجا ها میرویم. از اینجا ها میرویم پسرم. دکتر و محافظان همه سلاحهایشان را با ما سپردند آقای فؤاد. خوشبختانه با کمک شما همه محافظان پراکنده شدند. کودکان رو همراه نمودی، نامردی کردی سینان. چخیل نامردی ابله، عقلم را کار فرمودم. عقلم را. من به جای تسلیم شدن مرگ را انتخاب میکنم. فراموش نکن. مرگ را اگر در آرزوی مرگ باشی وقت و ساعتش میرسد، لیکن امروز نمیشود. امروز تعبم بالیده است. با فکرت محافظان تسلیم میشوند باطن؟ گمان نمیکنم. رفیقان، همه محافظان پراکنده شدند. دکتر تسلیم شد. آفرین، کاری خیلی خوب کردی سینان. کاری خوب نه، کاری بزرگ دکتر یلدوز. کاری بزرگ، کاری بزرگ. باطن قماندان
تو هیچ چیز نمیگویی؟ چه گویم سینان؟ بختت بلندی کرد. بخت گفتی؟ بخت نه، عقل بوتن قماندان، عقل. سینان قماندان محافظان را پراکنده نمود. این خبر در همه جا پهن میگردد. بسیار واهمه نکن. فیل از اشتر بزرگتر است. بله راست میگویی بوتن قماندان، راست میگویی. از این پس فیل من. گپ زن. همشیره را در کجا نگاه می‌داری؟ حاضر به نزدت میروم. بوتن قماندان، چی میخواهی سینان؟ سفرها بخیر. من باید روم. معلم رقیه زنگ زد همشیر را دستگیر کرده است. در کجا پنهان کرده است؟ در خانه‌اش. رفته همشیر را به قتل میرسانم. لیکن پیش از کشتن چی طور از دست شوقی گریختنش را با او کی کمک کردش را میفهمم. بعد از اون از پی اون بی‌ناموس میشوم. بوتن قماندان، من به مرکز میروم. اگر خواهی یک باره همشیره را با خود میبرم. آن طرفش را خودت حل کن. بین هم دیگر چیزی نمیماند. فقط یراق و اسلحه و پولها را میبری و خلاص. کار را کردی تا آخر کن. برای چی مرا همراه میکنی؟ میلش من حل میکنم. خیر برای کار. میلش. وقت گپ در باره همشیره رود به مرکز سفر کردن میخواهی سینان؟ با خیر است؟ دیگر گپ نزن ایتین. خاموشی است. رو اسیران را رها کن. زود باش. رو. خوش. بوتن برای بردنت میوید همشیره؟ مدام بوتن برای بردنت میوید برایشون خیلی مهمی. بهوده روی گریز نکوبید. اینها کیستند؟ آدمانی تشکیلاتند برفین. از ما چی میخواهند؟ خون میخواهند برفین. خون مردم رو، خون نزدیکانمان رو میخواهند. برای همین اینقدر کوشش دارند. لیکن ما با اونها هیچ کار نکردیم. چرا این طور میکنند؟ آه برفین، آه. خدایا او هیچ چیز رو در خاطر ندارد. یومس برفین من مردم. برفین اکا جان چرا داد میزنید؟
خواب دیدم. من اپای دیلا و ینگم برفین و خیلی پزمان شدم. آنها نیستن گفتن شما با اپای زیلان خانه‌دار میشوید. من او را نمیخواهم. او به من معقول نیست. شما با او خانه‌دار نشوید. کی گفت که من با او خانه‌دار میشم؟ اپای زیلان حال در آشخانه است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ یلماز گرسنه‌ای گفته برایت خوراک نمیخواهم. نمیخواهم گفتم. بابا نگر، نکاح کردنمون خطاست. ما کاری خطا میکنیم، فهمیدی؟ کاری خطا میکنیم. این کار خطاست. این کار نادرست است. من از فکرم گشتم. با تو خانه‌دار نمیشوم. چی شد؟ این کار نمیشود خاله. کوششتان بیفایده است. یلماز مرا نمیگیرد. گریه نکن دخترم. البته یگان علاجش را مییابیم. خواطر نشو. گذر. تو رفته در خانه استراحت کن. من حاضر میگویم. شو شد؟ گریه نکن. بیبی حجر، شما چی حال دارید؟ آزادانه نفس کشیده میتوانید؟ خدا از تو راضی باشد پسرم. فؤاد شما رو با بیمارخانه فرستادنی بود، اما بله پسرم، وضعیت رو میدونم. خلیل خیانت کرد. انشاءالله خطاگیش را فهمیده است. به خاطر پول این کار رو کرد. کاری خوب میکنم گفته و کاری نادرست دست زد. خنیگه احوال نبیره آقای مسلم چه خیل است؟ خوب، لیکن بیهوش است. پس از یک چند ساعت بهوش میآید. خلیل با فکرش کاری درست کرده است. دلم به حالش میسوزد. زیغ نشید بیبی حجر، من همش رو آماده کردم. کاری کرده کودک رو میفرستم انشالله. آمدم آقای تویر. مالش صفا کودک رو با شر میبرد. خداوند را حفظ کند پسرم. با درون کسی ندارد. خوب شده است. زود یک چند می نگیر. آنها را می گرونیم. در کجا گرونم قماندان؟ در مکانی که باید کودکان را سپاریم، در وادی ماران. با کودکان چی می شود قماندان؟ هم سربازان و هم سرداران قبیله ها نیز هلاک خواهند شد. آخرین از خاموشی است. به من گوش کن. بار دیگر سوال نده. نقشه‌ات را برباد میدهم سینان. کنی بینم فیلم شدی یا میمون. با من دروغ گفتید. اما این کودکان رو کشتن میخواهید. با کجا میروی ابله؟ اینی مدت است رجب. بیا گریخته رویم. آینده حسن رو هم نسوزانیم. خدا دیدی که قاتلن، خونخوارن. از اینها فایده ای نیست.
راست میگویی راست، ولی با کجا برویم؟ بیا به دولت تسلیم میشویم، دولت ما را صاحبی میکند. همه جا رو گفتم نبودی. بعد فکر کردم که شاید در همینجا باشه. به زیارت برفین آمدم خاله. من هم نمیخواهم، لیکن دیگر برفین بر نمیگردم. طرفی خوبی کارا فکر کن یلماز. تو سببی از مرگ نجات یافتنی زیلان شدی، تو رو نجات دادی پسرم، لیکن این کار درست نیست. بیچاره دختر زیق می شود. آخر گناه است، گناه است. من در فنا در خوابم دیدم خاله زیلان. برفین نمرده است. من دایم او را در خواب میبینم که زنده است. با او صحبت میکنم، سرش را سیله کرده او را بوسه میکنم، لیکن میدونم که این خواب است پسرم. انا ببین برفین در زیر این خاک. خائنان را دوست نمی‌دارم. یاری ده برادر، فورم بده هایی رفتیم. گناه هست رجب، اگر یاری نده میمیرد. رفتنم لازم. بیا خیز بیا. آقای دکتر خلیل ما از سلاحداران گریختیم. هنگام گریختن او را در راه یافتیم، به نزد شما آوردیم. تو را پراندند؟ مرا یک سو گذار دکتر، رفته دیگران را نجات دهید. کی را به قتل میرسانند؟ کودکان را. همراهی پدر و مادرانشان در وادی موران مینه میگذارند دکتر. همه را هلاک میکنند. اول باید خونرویت رو من کنم خلیل. تو اینجا را دار؟ خوب شده است. من حاضر میآیم. این از آنی من. این شاید باشد از ما. من همین قدر. از من همین قدر. بیا دیگر ندارم. دکتر آمده اینجا چیکار میکند؟ نگره دکتر میآید. آقایان گوش کنید. نمیدونم. رفیقان ایستید. برای گرفتن کودکان نروید. ایستید. تو چه ها میگویی دکتر؟
سلاحداران دام گذاشتند. هم شما را و هم کودکان را به قتل می‌رسانند. تو از کجا میدانی پسرم دکتر؟ خلیل از قرارگاه گرفته است. او را مجبور به اینجا آورده. نخواد به سخن یک خائن باور کنی طاهر. خواسته تشکیلات را به جا آوردیم، امداد را هم جمع کردیم، همه چیز آماده است. باز چرا آنها این کار را میکردند؟ گرچند خواسته هایشون را به جا آورده باشید هم به آنها باور نکنید. شما هم حیات خود و هم حیات فرزندانتان را زیر خطر میگذارید. و شما دام گذاشتن آقای مسلم. آخر با نشستن یگان کار حل نمی شود پسرم. باید رفته کودکانمون رو گیریم. ما را از راهمون نگردان دکتر. شینید آروم شوید. برادران شینید. گوش کنید. از روی یک روی این دکتر باز جسد چند کودک رو میگیریم. پیش از اون که باز آدمان دیگر رو از راه زند پیش راهش رو گیریم. چیکار کنیم رئیس؟ من راهش رو میدونم، اما شما مرا با این همراه نکنید. بایدش. الدو تو برای چی بیرون برآمدی؟ آقای طاهر خیلی غمگین است قیزبان. طاقتی دیدن او را در چنین حال ندارم. باز صحت شدم گفته به دختران خوراک میارند درو نکشویی. همش رو خودم میکنم. تو چیا میگویی قیزبان؟ اکنون الدوی محافظ نیست، الدوی چوپان است. من با کی لازمم؟ وای گپ رو بینیده برای به دختران خودنمایی کرده محافظ شده بودی ها؟ من تو رو میکشم. قیزبان شکر که در همین جایی. بخیر است آقای طاهر یا اینکه یکان واقعه شده است؟ بله قیزبان زود رفته یولماز و عمک حمید رو یا سلاح‌های در انبار پنهان کرده ما را برآورند. محافظان همه جا. مالش خوب شده است. دستم رو سردی آخر. سرده قیزبان ای دختر ای آخر دستم رو سردی. الدو بس کن. وای در انبار سلاح ها را پنهان کردند. آنها آمدن برزن. اگر تو نمی بودی، اگر تو با زیلن خاندار شدن را قبول نمی کردی، زیلن حالا مرده بود. از این پس زیلن غلام و خدمتگاری تو می شود. غلام و خدمتگار شدنش شرط نیست. بس است اکنون هر چیز زودتر این کار را به آخر رسانیم. رئیس آماده نکاح میکند، شما آماده شوید. اگر گرسنه باشی خوراک تیار است. بش کن زیلن، من با تو خانه‌دار میشوم، اما تو دانسته باش که این تنها برای رسمیت است و خلاص. ما در یک حجره و در یک جایگاه نمیخوابیم، فهما؟ میدونم یلماز. از آقای دکتر خبر آوردم. بخیر است خزمان؟ همه سلاح‌های پنهان کرده باید برآورده شوند. در انبار هم سلاح پنهان کردن. محافظان را خبر میکنم که در انبار جمع شوند. برای چی؟ چی شده است خزمان؟ نمیدونم. من به نزد عمک حمید میروم. بایلش. با شما چی شد؟ با ما میروی دکتر. شما خطا میکنید. ما کارمون را میدانیم دکتر. بیا 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 راه گرد. بیا بیا راه گرد.
است پسرم برای انتظار شو. بیایید امک حامد بیایید. خدایا سلاح ها نیستند. این سلاح ها کجا شده باشند؟ شاید طاهر گرفته است. بیا رفتیم. خواهش میکنم برادران با اونجا نروید با اونجا. تو به من دخالت نکن دکتر. به تو یک مراتب باور کردیم بس است. دیگر فرزندانمون نمیمیرند. به این اجازت نمیدیم. برادران خطا میکنید. نروید بدون میافتید. آقایان همه تون رو میکشند. کش زودتر آنها رو ببینم. شاید به خاطر آنها. وقتی که تو رو ببینن آنها خیلی خرسند میشوند برفین. شاید دیده نتوانند. کی میداند که این آدمانی بعد با ما چیکار میکنند؟ چی گپ شد؟ صدای تیر است. نفر می آید. همشیره دیلا. این سینون است. در همین جایی. در همین جا سینون. سینون کیست؟ انسانی خوب است. برای نجاتی ما آمدند. با من ضرر نمیرساند. چرا؟ اما باید تو را نبیند برفین. او از آدمانی بد است. دشمنی توست. ایستا. بیا در اینجا پنهان شو. درو. خوب هستی؟ به تو ضرر نرساندن نه؟ خدا رو شکر خوبم سینون. من رو چی طوری افتی؟ در اینجا نیست. از پس من بیا زودتر. با تو یک دختر بوده است. او را بردند. خیر میلش. کمی زودتر بیا میرویم. بیا. این آدم آن را کشتنت شرط بود؟ مرا میشناختند همشیره. رقیه در کجاست؟ نیست. بیا رفتیم. بیا گلا وقت ما تنگ است. بیا زودتر. دکتر زیلان شما رو برای چی محکم کردن؟ با من بیا. خدایا او در کجا باشد؟ پسرم در کجا بودی؟ خواطر شدم طاهر. تشکیلات دمی بزرگی آماده کرده است. باید پیش از مردم ده کودکان را رها کنیم. یا خدایا سلاح‌های ما نمی‌خدر است. نمیدونم. تو نگرفته ای؟ ما فکر کردم که تو گرفته ای. من نگرفتم. در این ده جاسوس است. تنها هر سه ما رفته میتوانیم. انا این تپانچه مرا گیر. یک نفر دیگر هم رفته میتواند. من میروم. زیلان تو چرا با همه چیز دخالت میکنی؟ من روی نزدیکترین رو به قرارگاه میدونم. مایلش باید زودتر رویم. باید پیش از آنها برسی کودک خدا مددگارتون باشه پسرم. همه مینه ها آمادند؟ این آخرینش است قماندان. تو نوبداری است. خوب شد از قماندان.
کودکان با والدانشان در بین مینه ها واخوری میکنند. کاری تو هم تمام میشود سینان. بیا به اینجا گذر. بیا گذر. اینجا بی خطر است. یک دو روز همین جایی است. برای چی بده هم باید نروم؟ با بوتان میگویم که تو را جستجو کردم. اگر حاضر روی شبه میکنند. مایلش من رفته یگان چیز برای خوردنت بیارم. با دقت باش. نوبدارانشون زیاد نیستند؟ سلاح را پرتاختیم گفته آسوده شدند. آخر هر چورمون به این قرارگاه هجوم کردن نمیتوانیم. برای کودکان را نجات دادن باید از دکتر سلیمه کمک طلب کنیم. به دست میافتیم. دیگر چوره‌ای نداریم. آخر ناممکن است. دکتر را از کجا میابی ها؟ جایش را میدانم اما که امید. شما در اینجا ایستید. اگر یگان چیز شد شما ما رو محافظت میکنید. خدا مددگارتان باد. خدا مددگارتان. سلیمه. طاهر؟ داد نزن سلیمه، خاموش. در اینجا چی میکوبی طاهر؟ بلازی تو برای کمک اومدم سلیمه. تو دیوانه شده ای چی خیل کمک؟ باتن خماندان دیوانه شده است. در گذرگاه می نخوابانیده کودکان را ترکاندن میخواهد. باتن دیوانه ای تیار است. از دستش میآید. این کودکان بیگناه به خاطر شما میمیرند. آن دعوایی که شما محبت و صلحش مینامیدید کجاست؟ کودکان چی گناه دارند سلیمه؟ کودکان را کشته شما چی را به دست می آورید؟ من به تو کمک میکنم طاهر، اما این آخرین بار، چون که از تو یک جان قرض دارم. آن را برابر میکنم. روز 31 دکامبر ساعت 11:00 کنسرت سال نوی در ناحیه حصار. در سال اویتسنا با اشتراک سرنده های جوان شهزاد دوران. داری جان چشمان تو منازد، دل من با عشق تو میبازد. بهادر غفورزاد ایرانی در بین خوبان تو بی باهمی. شبنمی صابدی این نصیبی این دل جانم بیده. نگاهی عاشقانه سر سفره خانه در اون چشمانی مستن. باید بله خریدی برگزار میگردم. تلفن ها 904 28 65 65 988 30 64 64. یک جهان محبت، یک دنیا صداقت، یک عالم مهر با دعای مادر. البوم نخستین سلیم امیرعلی با نام دعای مادر. سلیم امیرعلی آنه که دعای مادر گرفته، آنه که با حس نجیب عشق را شناخته. سلیم امیرعلی خوش صدا، خوش آهنگ. البوم دعای مادر را استودیوی نازنین تقدیم شما می سازد. فرمایشات با تلفن 988 91 74 75. دعای مادر، آیات پاک آسمانی. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. می‌دورید سیما مجنون بدترم کرد. وای جانت مفیدایت نکنم یار نترس، در سایه ای گل نشین از خار نترس. انا جانت در حسرتیش گذارم نکنی، در حسرتیش گذارم نکنی. چی ندانی زغم های دلی من، ای خدا جان ای الهی وای من اینو
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.